صبح 9 اسفند 1404 پس از 36 سال و 8 ماه و 23 روز پرونده رهبری ناکارآمد، فاسد، ویرانگر و متوهمانه علی خامنه‌ای با تیر غیب بسته شد. دفاع از حرم یعنی قرار جنگ اگر باشد، زمین کارزار ما تلاویو است. تهران نه. تهران. آفرین 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 آفرین. مرسی. خیلی خوب بود. با مجموعی از همین توهمات زندگی کرد، سیاست گذاری کرد. هم خود قانون گذار بود، هم قانون گذار تعیین می کرد، هم هر وقت صلاح می دید اون قانون رو وتو می کرد با فصل الخطابش و ایران را به این روز سیاه و تباهی و ویرانی تبدیل کرد و به جنگ کشانید. و امروز که او مرده است، برای او پروژه و پروژه های فضیلت سازی راه انداخته‌اند. گریه و مویه میکنند که رهبر ما گرسنه و تشنه شهید شد. مگر 3 ساعت قبل سحری نخورده بود رهبر شما؟ چگونه تشنه و گرسنه بود؟ و باز فضیلت سازی میکنند که دیدید رهبر ساده زیست ما در مخفیگاه نبود و در محل زندگی خودش به شهادت رسید. گفتمان مضحک انقلاب منحوس به محض سوال کردن که چرا میکشید مردم را، میگویند همه جای دنیا میکشد. چرا این همه اعتیاد؟ چرا این همه فساد؟ چرا این همه جنایت؟ چرا این همه فقر، واماندگی، درماندگی، فلاکت زدگی؟ چرا این همه اعدام؟ میگویند همه جای دنیا اعدام هست. چرا اینجا نمیگویند کجای دنیا سراغ دارید فرمانده کل قوا در بحبوحه جنگ اتاق جنگ را در اتاق محل زندگی تشکیل میدهد و زن و بچه خودش رو به کشتن میدهد؟ اینجا هم جرأت و جسارت داشته باشید بگید همه جای دنیا فرماندهان جنگ اتاق جنگشون رو در اتاق محل زندگی تشکیل میدهند. آری، در همون اتاقی که صبحگاه 18 دی ماه 1404 مقابل علی لاریجانی نشست، انگشت گرفت خیابان باید خالی شود. 51 روز بعد در همون اتاق صبحگاه 9 اسفند 1404 به تیر غیب قهر و غضب الهی گرفتار شد. مرهمی اندک بر جگر سوخته و قلب پاره پاره مادران داغدار و پدران دل سوخته شد. صبح 9 اسفند 1404 پس از 36 سال و 8 ماه و 23 روز پرونده رهبری ناکارآمد، فاسد، ویرانگر و متوهمانه علی خامنه‌ای با تیر غیب بسته شد. دفاع از حرم یعنی قرار جنگ اگر باشد، زمین کارزار ما تلاویو است. تهران نه. تهران. آفرین 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 آفرین. مرسی. خیلی خوب بود. با مجموعی از همین توهمات زندگی کرد، سیاست گذاری کرد. هم خود قانون گذار بود، هم قانون گذار تعیین می کرد، هم هر وقت صلاح می دید اون قانون رو وتو می کرد با فصل الخطابش و ایران را به این روز سیاه و تباهی و ویرانی تبدیل کرد و به جنگ کشانید. و امروز که او مرده است، برای او پروژه و پروژه های فضیلت سازی راه انداخته‌اند. گریه و مویه میکنند که رهبر ما گرسنه و تشنه شهید شد. مگر 3 ساعت قبل سحری نخورده بود رهبر شما؟ چگونه تشنه و گرسنه بود؟ و باز فضیلت سازی میکنند که دیدید رهبر ساده زیست ما در مخفیگاه نبود و در محل زندگی خودش به شهادت رسید. گفتمان مضحک انقلاب منحوس به محض سوال کردن که چرا میکشید مردم را، میگویند همه جای دنیا میکشد. چرا این همه اعتیاد؟ چرا این همه فساد؟ چرا این همه جنایت؟ چرا این همه فقر، واماندگی، درماندگی، فلاکت زدگی؟ چرا این همه اعدام؟ میگویند همه جای دنیا اعدام هست. چرا اینجا نمیگویند کجای دنیا سراغ دارید فرمانده کل قوا
در بحبوحه جنگ اتاق جنگ را در اتاق محل زندگی تشکیل میدهد و زن و بچه خودش رو به کشتن میدهد. اینجا هم جرأت و جسارت داشته باشید بگید همه جای دنیا فرماندهان جنگ اتاق جنگشون رو در اتاق محل زندگی تشکیل میدهند. آری در همون اتاقی که صبحگاه 18 دی ماه 1404 مقابل علی لاریجانی نشست، انگشت گرفت خیابان باید خالی شود. 51 روز بعد در همون اتاق صبحگاه 9 اسفند 1404 به تیر غیب قهر و غضب الهی گرفتار شد. مرهمی اندک بر جگر سوخته و قلب پاره پاره مادران داغدار و پدران دلسوخته شد.